برادران عزیز، این جایی که شما میبینید خانه ابوجهل است که در عربستان الحال حاجتخانه کردگان. این عاقبت بدی. خدام پوشیدم. بسم الله. این بیرق با ما طواف کردگی است. هر جایی را که ما زیارت کردگی. دلت میلی وطن دارد، هوایی آن چمن دارد. دوستان عزیز، خانه که شما در اینجا دیده ایستاده اید خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر درود بر او و آلش در آن همین خانه تولد شده است. ما تاجیکان باید همیشه فخر کنیم. میدونیم برای چی؟ دوستان عزیز، ما در اینجا یک چیز بهترین رو برای شما پیدا کردیم. این رو بعضی انسان ها چهارمغز عربی میگه و چندین نام های دیگر دارد. این برای نفرانی هست که یعنی فرزنددار نمیشوند. انا همون گرمان هایشون خاموش شدگی است، یعنی حجیره های از زن، حجیره های از مرد خاموش شدگی است. از همین سبب آدما فرزنددار نمیشوند. بهترین چیز برای ما توصیه دادن که انا همین برای حامله دار شدن است. هم مردها هم زنها میتونن از همین چیز استفاده برن. این را شما از کجا دسترس کردن میتوانید؟ از شرکت زیارتشو این رقم ها مراجعت کنین. تحویل به تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان هم دارن. از نام ما سلام رسونین. بهترین چیز برای حامله دار شدن. ایا حاجی، تو مهمان خدایی، تو مهمان خدا و مصطفی. عرض سلام بینندگان عزیز، ما در مکه مکرمه در خانه خدا قرار داریم. اینجا به خاطر آن نه آمده ایم که نام حاجی گیریم، نه به خاطر خود نشاندهی، نه به خاطر که مردم ما را آبرو و عزت کنند. به خاطر زیارت خانه خدا آمده ایم و اولین درجه دعا میکنیم که خداوند مهربان سرزمین ما را، خداوند مهربان وطن عزیزمان را همیشه تینجی و امانی را پاینده نگه دارد، مردم تاجیک را سربلند گرداند و در حق همه آن نفرانی که صادقانه به وطن خدمت میکنند دعا میکنیم که خدا امنیت الهی را نصیبشان گرداند و در حق همه آن نفرانی که از ما طلب دعا کردند، در حق پدر و مادر، در حق زن و فرزندم، در حق برادرانم، در حق همدیهگان، در حق همه شما بینندگان عزیز دعا میکنیم خداوند سعادت دنیا و آخرت را نصیبتان گرداند. چه یک مکان مقدس است، مکان پرفیض و برکت است. هر کسی که شرایط داشته باشد میتواند آمده زیارت کند خانه خدا را. از این تاریخی ها آگاهی پیدا کند که ما چندین جای ها را گشتیم و تاریخش حتما به شما باز نشان میدیم، شما هم میبینین و چند روز دیگر ما در اینجا هستیم و از دیگر موضوع های تاریخی شما را آگاه میکنیم. بعد دوستان عزیز، هر یک چیز است اگر باور کن در تمام دنیا باشی شاهانه زندگی کنی، وطن دیگر ای خود را در هر کجا مثل بیگانه قطاری حس میکنی و ما یک چیز دیگر با خود نشانه آورده ایم از تاجیکستان عزیز. پرچم، این بیرق با ما طواف کردگی است. هر جایی را که ما زیارت کردگی هستیم این پرچم هم با ما زیارت کردگی است. حتی این پرچم را ما در تنه کعبه هم رساندگی هستیم. یک شعر مشهور داریم که بگذار که گدا باشم در خاک وطن باشم. وطن دیگر است، وطن مادر است. اینجا مکان مقدس است. اینجا ما میبینیم زیارت میکنیم طبق برای اینکه مسلمان هستیم. هم آرزوی هر یک مسلمان زیارت کردن خانه خدا هست. این موضوع های تاریخی را آگاهی پیدا کردن است. مکانی که شما الحال دیده ایستاده این، اینجا کوه عرفات میگن، کوه رحمت میگن که حاجیان فرضی اینجا میبینن خیلی به عمره این دخالت ندارد. مردم آمده از این جاها مقصد آگاهی پیدا میکند و اکثریت برادران گفتند که چگونه با اوجا رفتیم، با کدام شرکت ها رویم. من به شما توصیه میتونم بهترین شرکت باورینا که طول 16 سال تجربه کاری دارند، شرکت گروپ عبدو. میتونید مراجعت کنین، خدمت رسانی های خوب دارند، مهمانخانه های خوب نزد کعبه ده و حتی راهبلدهای با تجربه. همه شرایط ها را برای شما مهیا میکنن. هر کسی که لازم است میتونه پدر و مادرش روان کند، میتونه خودش بیاید. این همین رقم هاشون ده میتونین مراجعت کنید. برادرای عزیز، ما 100% گفته میتوانیم که فرهنگ ملت تاجیک، فرهنگ فارس
در جهان شاید جای اول رو سزاوار شود. فرهنگ ما از دیگران خیلی فرقیت دارد. فرهنگ تازگیمون، فرهنگ سخنرانیمون، مدنیتمون. باور بکنید این همینجا در آشکارا هر نفری که آمده است در همین مکه را زیارت کرده است میدوند که فرهنگ تاجیک از دیگران در چی فرقیت دارد. ما تاجیکان باید همیشه فخر کنیم. میدونیم برای چی؟ ما بزرگای داریم که با بزرگای ما تمام دنیا فخر میکند. در اینجا چند تا راهبردها از اندونزیا بودن. بعد گفتن از کجا میشه؟ گفتم از تاجیکستان. گفت از جای امام بخاری، سلمان فارس، امام ابو حنیفه، ابو علی ابن سینا، خیام، حافظ، بدیل. باور کنین هر یک کدام اینها را نام گیرید. گفتم بله. گفت ما با تاجیکان میفخریم. چه ما با خودمون دیگر نفخریم؟ وقتی که دیگر ملت از ما میفخرد. ما عالم های داریم، ما بزرگای داریم که باور بکنین در کره زمین کاب نمیابی. از بزرگای ما، از عالمای ما بگذار همیشه همه خیلی وطنمون تنجه و امانی باشد، مردمون علمشون زیاد شود و در دنیا خدمت. خدا نگهبان تا نوارهای آینده. برادران عزیز، ما الحال در طایف قرار داریم برای حج عمره. اصلا یک برادره که از عالم گذشته است خواهش کردم با آمده ما زیر اینجا در رکعت نماز خوندیم، سفر میکنیم با مکه مکرمه. اصلا یک برادر حج عمره میگذرانیم. زود بخور کتی قایماقی بالاش بخور آجی. کتی قایماقی بالاش خدم پوشیدم. بسم الله. سلام علیکم دوستان عزیز. این خیلی جواب هستید. در اینجا خودم پرتفته کردم. برنامه میشینیم. اینجا فقط چای علوی میآوردیم و جیگاری میدادیم.